سلام. من رضا آینه هستم. مهمون اولمون آقای نیکشاه عزیز. یه وقتایی چه خوشحالی. و راجع به خودش میگه من نیستم. مهمون دوم ما کسی نیست جز نیما تکیدو. مهمون بعدی آقای هادی هایروکس. و اما مهمون آخر محمد افشار. شعار میدم. چه حسی دارم؟ استرس، تکون نخور نیما. حالت اذهال، استفراغ، تهوع، هم یه حالت کثافتی هم، یه حالتی هم که الان چه غلطی باید بکنم. چقدر تجربه آشپزی. ببین صفر یکم نزدیک به له، یه خود بالاتر. مشکلی با کسی ندارم و خیلی هم حال میده. هر کی باشه بغلش میکنم. با خیلی در ارتباطم، خیلی دیدم، ولی کسایی که ندیدم و دوست دارم باشن علیرضا. دوست دارم علیرضا باشه، ببینمش. باز این سر کله‌اش پیدا شد. شانس برنده شدنم منفی 20%. ببین سیب زمینی ها رو باید بذاریم بپزیم. ما یه چنگال برمی‌داریم. خب حرکت‌های پیش غذا سالاد اولویه. من نمیدونم بهش میگن اولیویه یا اولویه. خودمون میگیم اولویه همیشه، ولی خب سوال منم هست. بچه‌ها تو کامنت ها بگین اولویه. من خیلی دوستش دارم اگه مرغ ریش ریش توش داشته باشه. دوست دارم بیشتر با مرغ باشه، با مرغ باشه، با کالباس اینا نباشه. وقتی من اولویه رو میخورم خودم ترجیح میدم قطعا با کالباس درست، چون مرغ شاید بوی ذوق داشته باشه، شاید بوی ذوق. از اونجایی که معمولا بعضی وقت ممکنه بوی ذوق بده، نمیدونم. بوی ذوقم نیما؟ میگن بوی ذوقم دیگه، درسته بچه‌ها؟ ذوقم. چه حسی دارم که شب اول افتادم؟ خیلی حس خوب، خوشحال، راضی کننده. بذاری نگم دیگه، همون پیرمرد چرخ خیاطی که بود. یه حس اونجوری دارم. منم خودم آدم بخوریم. یعنی هیچکی نخواستم کمک بگیرم و هم صفر تا صدش خواستم کاراشو خودم بکنم. اینجام که هیچکی نیست کمک میکنه. بی‌ناموس ما داریم زحمت میکشیم. به 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 به. غذا اصلی پاستا. خیلی ماکارونی دوست دارم. چی؟ ماکارونی هم پاستا دیگه میخوریم. هر چی باشه میخوریم. سیرم میکنه دیگه پاستاش. از این پاستاهای تو کافه نباشه مثلا یه نلبکی بیشتر نباشه، ولی میخورم. هر چی باشه من میخورم. بچه‌ها بعد که پیش غذا رو میل کردن، من باید سریع بیام اینجا و همون غذا رو بریزم و موادش آماده بکنم یهو بیارم اینجا. هر چی باشه و نباشه ما میخوریم. اون مایع ظرفشویی خیلی نزدیک غذای من. نگرانم. خیلی الان دارم مقدار زیاد درست میکنم، نمیدونم. نگران نباش، هادی همه رو میخوره. من همش نگران اون مایع من ظرفشویی از تولید کننده میخورم ولی کم. تم ابرقهرمانی. من یه لباس سوپرمن دارم آجی، از 6 سالگیم پشت این انباری است. برام بیارم. قهرمان منظورش فکر میکنم قهرمانایی که دنیا رو نجات میدن، نه؟ موقعی که این کاغذ اومد سمت من گفتم پاستا واقعا انتخابیه که همه دوستش دارن. حتی بابای منم پاستا دوست داره، با اینکه نمیخوره ولی دوست داره. یعنی کی میتونه باشه این وقت شب؟ او مای گاد، حالت چطوره سوپرمن؟ کجا کفشمون در بیاد؟ اوه میخواد سوپرمن اسپایدرمن میخواد رونمایی کنه. آماده ای؟ اوه سوپرمن، میگم سوپرمن مردن کبوتی ریش داشت. منم میخوای رونمایی کنم؟ میخوای چیزه؟ چیز چیه؟ این الکی جلو دوربین چیز نکنین، میان سلامتی خودت. نه حاجی الان میان جواز مردم نجات. سلام. دکی داداش
برادر دوقلوی من بالاخره پیدات کردم فدات بشم. سلام بچه ها بتمن نسخه قدیمی شنل نداشت. دماغ من بیشتر زده بیرون. آقا بتمن بزن روشن شید آشید. بالبالوه وای وای دست بذار دستتو بگو. بابا بالبالوه بذار نوکرتم دستتو نوکرتم نوکر. الان اصلا بچه ها نفهمیدن من کیم و قبول داری؟ چرا داری گو میخوری؟ نداشتم ولی تو رو فهمیدم. حالی چطوره بابا؟ 4 شگفنگیز. بابا تو کدومشون؟ اونی که سرعت میره؟ نه من گندم فقط لاغر شدم. کال رژیم بودی میگم. خوب کردی. اینو دیدی؟ من یه سوال دارم قابلیت های این صندلی چیه؟ بغلش دکمه داره میتونی استفاده کنی. بزنیم مثلا پرت میشم آره. آره. فندک داری؟ فندک داری؟ فندک کو فندک نی دستت بود دستم نی چجوری گلو روشن کردی مغزم ری فرما. ما دوتا یکی میخوریم. نه مگه نامزدیم. چی بودی؟ دوستان این دوتا داستان دارن. من نمیدونم دو قراره یه چیزی بشه اتفاقا حاجی؟ اینا فقط لب نگید گرفتیم اون پشت. پوست تخم مرغ بود تو غذا ولی خب نمیخواستم اون لحظه بهش بگم تا مرسی هادی که بهش نگفتی. یه لحظه ناراحت بشه. یه تیکه پوست تخم مرغ مرسی واقعا که نگفتی. خیلی خوشمزه بود. فداتون واقعا بشه. یکی از اون بهترین الویه بود که تا حالا خوردم. ناموسم. یه تیکه پوست تخم مرغ. اوکی. فقط این که اون مایه ظرفشوییه. این باید بندازم تو سوراخ آفرین. بعد تو. تو 5 داشت تموم بشه هی من باید بکنم تو سوراخ تو توی باید بکنی تو سوراخ من. من لیست میزنم دیگه. خب بچه ها ترکیبات دسر مخصوص نیما تکیدو به این صورته که شیر، تخم مرغ، کره، بیسکویت مادر و موز. وانیل هم اضافه میکنیم. بچه من بهتون بگم تو این چی ریختم باور کنید نمیخورید. پس فقط بخورید و لذت ببرید. تخم مرغ خام. مقویه من قبل باشکو بخورم. اگه میدونستم تخم مرغ خام داره نمیخورم. نمره‌ای که میخوام از 1 تا 10 به آقا نیما تکیدو بدم نمره 9. نمره 8 میدم. نمره من به آقا نیما میشه نمره 7. 4 میدم.